دادر جان گوش کن، من مردکم کسل آدمی نوگران 15 سال بازا چشمش کور، من 3 تا بچه دارم، کجا میرم شرایطم نیست، مجبور هم پیش پیرم طلبیده میشینم. من دلربا رحمونова ساکن شهر پنجکند میباشد. او به طلبندگی مشغول بوده. امروز کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند هنگام عملیات طلبنده به شعبه آوردند. به گفته خودش شوهرش نابینا بوده، در خانه میشیند. هیچ جا کار کرده نمیتونم. مردکم توالید به من برده میبینم کوارتیرم، چشمش نمیبینن، رنگ روش ورم کدگی 15 سال بوده کور مردکم. من به مجبور چیکار دیگه، من پسرچی کلانم همین شرایطم نیست. من آدم یک نوگران. ضمن پیشنهاد چرا کار نمیکنید پاسخ میدهند. شوهرم رو کی نگاهبین میکند؟ من با پسرم به نگاهبینش مشغولم. اما سؤال به میان میآید که چگونه به نزد شوهرش میرود، در حالی که شوهر نوبینایش در شهر پنجکند قرار دارد. یعنی برخی از سخنهای طلبندگان دروغ است. همین روز آمدم، من حیاتم به اینجا آمدگی می. من طرفای روسیه، طرفای کازان میگردم، قزاقستان، من تاجیکستان به حیاتم به گشتگی. همین روز من ملس خانه آمدم، افتیدم. از این پیش این پیش رفتک بودم که برآمدم. از این پیش نمیبرم. نه من نمیبرم. همین روز آمدم. عملیات طلبنده در حدود شهر خوجند طبق نقشه چهاربینی‌های شعبه وزارت کارهای داخلی بیش از 2 هفته این جانب گذرانیده می شود. دوام یک روز سنه 30 می سال روان از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند از حدود شهر 44 نفر ساکنان شهر ناحیه‌های جمهوری را دسترس نمودند که 11 نفرشان را نابالغان تشکیل می‌دهند. آنها برابر کلانان به طلبندگی مشغولند. مقصد گذاراندن ایده مشترک از اون که توزیع نمودن کوچه و خیابان‌های شهر از آوارگر، طلبنده و نگاه داشتن مدنیت شهرداری به حساب می‌رود. از مقدار به شعبه آورده شده 3 نفر از شهر خوجند، 6 نفر از ناحیه بابجان غفوروف، 2 نفر از شهرستان، 3 نفر از شهر دوشنبه، 2 نفر از شهر بختر، 3 نفر از ناحیه عینی و 2 نفر از ناحیه ظفرآباد میباشند. این گروه از حساب طلبندگی زندگی دارند، اما توانایی و قدرت کار کردن را دارند. قید کردن با مورد است که عملیات طلبنده در حدود شهر خوجند طبق نقشه ادامه دارد. گزارش سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی